46 ساله که از انقلاب میگذره عمر انقلاب هست و امروز مردم این حال مردم کشور شب بینید همه اصناف مال دارن روزانه در ایران هیچ جایی نیست که یک صنف اعتراض نکنه به وضعیت اعتراض نکنه مردم ایران اعتراضشون همینه خواستهشون که اگر این ثروتها به داخل کشور خرج میشد و سرمایه گذاری میشد امروز ایران در دنیا قطب اقتصاد بود و مردم سیر می شدن مردم آباد می شدن دیگران از ایران نفت می بردن سود می بردن از ارتباط با مردم ایران از تجارت با مردم ایران و اگر عدالت اجرا می شد و برابری در کشور صورت می گرید بین زن و مرد و اقوام و مذاهب و همه بالاخره امروز ایک کشور امترین کشور بود و مستحکم سیاست که استحکام می بخشه امنیت پایدار را و آرامش میاره توی ملک و اجرای عدالت هست عدالت وقتی اجرا بشه عدالت از سلاحهای هسته‌ای و از همه سلاحها یه مدرن روز برد عدالت بیشتری در راستای برقراری ثبات و امنیت میتونه ثبات بیاره میتونه امنیت بیاره میتونه آرامش بیاره و الحضر از خواسته های مردم و برحال امروز مردم او زمان برحال پول کم بود درسته و ولی پول ایران ارزش داشت اگر کسی پول کمی داشت خیلی کارا را میتوانست انجام بده ولی امروز اگر کیسه پر از پول باشه و شما این پول بخواید به بازار عرضه بکن هیچ درآمد نیست امروز مردم ایران درآمد ندارن اکثریت و اونی که درآمد داره مشکل داره چرا که پول ارزشی نداره به ارزشترین پول دنیا چرا پول ما باشه